أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذان خصمان اختصموا في ربهم. الله متعال در اینجا بیان میکنه در مورد دو طایفه مردمی که با هم خصومت دارن. هذان خصمان، این دو گروه یا دو طایفه مردمی که با هم خصومت دارن، به یک طرفش مؤمنین هستن و جانبشان کافرها هستن. اختصموا فی ربهم، اینا خصومت یا جنجال یا اختلافشان در مورد ربشان هست، در مورد توحید است. مؤمنین به وحدانیت الله قائل هستند، به یگانگی الله در ذاتش ایمان دارن، به یگانگی الله متعال در صفاتش ایمان دارن، به یگانگی الله در افعالش ایمان دارن، در عبادتش ایمان دارن، در اسما و صفاتش. اما کافرها از این انکار میکنن. آل نتایج این خصومت و جنجال از اینا چی هست؟ فالذین کفروا، پس کسانی که کافر شدن، قطعت لهم ثیاب من نار، بر از اینا قطع میشه یا برش میشه، مثل که ما و شما در خیاطی برش میکنیم. قطعت لهم، بریده یا قطع یا برش میشه، لهم برایشان، ثیابون یعنی لباس، من نار از آتش. یعنی انسانهای بیدین و کافر و مشرک و بدعتکار که در وحدانیت الله با مؤمنین اختلاف میکنن، جزایشان همی هست که در جهنم حتی لباسهایی که بر از اینا پوشانده میشود لباسهای آتشی هست. یصب من فوق رؤوسهم الحمیم، آبی که با اونا اینا غسل میکنن چی هست؟ طبعا انسان وقتی غسل میکنه لباس میپوشه و غذا میخوره. هر کدام از الله بیان کرده. لباسشان هم از آتش است. و یصب و انداخته میشود یا ریختانده میشود من فوقهم، از بالای، فوق رؤوسهم، از بالای سرهایشان، الحمیم، آب جوش. یسهر به ما فی بطونهم والجلود، ای چی میشه؟ میگه گداخته میشه یا سوختانده میشه، بهی توسط اینمی آب جوش، ما فی بطونهم، آنچه که در بطنهایشان است، والجلود و پوستهایشان. یعنی این آب جوش هم به فرق سرشان و هم به جلد و پوستشان تأثیری بسیار منفی میگذاره و حتی حرارت و گرمی خطرناک ازی در بطنهایشان هم سرایت میکنه. ولهم، و برزمی دوزخی ها، مقامع، ما و شما مارتول های آتشی نمیگیم. اگر شما کدام وقت سنگکش ها رو در سر کودیده باشین، یک قسم مارتول رو میگن گرز آتشی. مقامع و گرزهای آتشی هست، من حدیدن که از آهن ساخته شده و به آتش مبدل شده. کلما، هر زمانی که اراد و اراده کنند امی مردمای کافر، یخرجوا منها من غم، یا بخواین خارج شوند از دوزخ به سبب غم و درد و رنجی که برشان هست، اعیدوا فیها، دوباره اینا توسط مسئولینی که در دوزخ هستند، خازنهای دوزخی را میگن، توسط از اونها دوباره برگردانده میشوند. و ذوقوا عذاب الحریق، در حالی که برشان گفته میشه که بچشین عذاب بسیار حریق کننده و سوزاننده. این الله، یقین داشته باشین که الله طایفه دوم از اینا که مؤمنین حقیقی هستند، در مقابل کافرین مؤمن هستند، در مقابل مشرک موحد هستند، در مقابل اهل بدعت اهل سنت هستند، به عوض بدعت ها سنت ها را انجام میتن. در عوض فاسقین اینا متقین هستند. سعی کنین هر اصطلاح ضد خود داره. مؤمن ضدش کافر است، مشرک ضدش موحد است، مبتدع و بدعتکار ضدش کسی است که به سنت های رسول الله صلی الله علیه و آله عمل میکنه، و فاسق و فاجر در مقابلش انسان متقی و با تقوا هست. اینال در مقابل از اینا کسایی که مؤمن موحد پیرو قرآن و سنت هستند و از بدعت ها خود نگاه کردن،
و از فسق و از فجور خدا نگاه کردن، الله متعال میگه بر از اینا چی نتیجه هست؟ ان الله، یقین داشته باشین که الله داخل میکنه، یدخل الذین آمنو، داخل میکند الذین، کسانی را که آمنو ایمان آورده اند. در پهلوی ایمان، در کنار ایمان، اعمال صالحه هم به شکل استمراری انجام میدن. تو نمیکنن که یک عمل صالح هم میکنن، باز شیطان برشان میگه بر تو دیگه کفایت کرد و تو رسیدی، ضرورت به اعمال صالحه نداری. الله همیشه ایمان پیوست با اعمال صالحه ذکر میکنه. الله متعال میگه برای گروه دومی که خصومت هم رای زنا داشتن و خودشان اینی صفات داشتن، برشان جنات، باغ‌هایی است که تجری جاری می باشه، من تحتها، از زیر آن، الانهار، جویبارها، یحلون فیها، یحلون، حلی زیورات میگن، یحلون یعنی زیور پوشانده میشوند، فیها در جنت، من اساور، از دستبندهای، من ذهب، طلا، و لؤلؤا و مروارید. حالا اگر یک مرد باشه ساعتش مثلا در دستش باشه، میگه رسول الله صلی الله علیه و آله تیامن دوز داشت، ساعت خود به دست راست خود بسته میکنه. این حال اگر کسی این کار میکنه که یا در دست راستش یا در دست چپش چی می باشه؟ ساعت می باشه. این ساعتش هم از طلای خالص باشه و در بین از این نگینه ها و تراش کلش از لؤلؤ باشه. این کلش نعمت های جنتی ها است. و لباس جنتی ها در مقابل لباس دوزخی ها چی است؟ میگه و لباس هم، لباس جنتی ها، فیها در جنت، حریرون، از ابریشم خالص می باشه. اگر چون ابریشم در دنیا بر مردا حرام است، ولی در آخرت برشان الله را اجازه میده، چون در دنیا باید مردها خوب و متتیز باشن، قوی باشن، مثل که صحابه فرسان النهار بودن و رهبان اللیل بودن. صحابه کرام روزانه مثل چاپندازا واره بودن، قوی بودن، لباس های سخت داشتن، لباس های آهنی می پوشیدن در صف جهاد. و شب راهب بودن، شب عبادت میکردن، تقوا میکردن، گریه میکردن. روز مثل چاپندازها واره سر اسب ها بودن در معرکه و شب باز عبادت میکردن. مردم های بیدین که از باز روز کار شو میکنه و شو باز خو میکنه. اینی بازی قسمی غلط است. این حالا گپ سر چی است که لباس جنتی ها در جنت حریر می باشه از ابریشم خالص. و هدو الی الطیب من القول. چرا اینا این نعمت ها برشان داده میشه؟ میگه به خاطر از که هدو هدایت شدن الی الطیب من القول، یعنی به کلمه طیبه. طیب پاک، قول کلمه. یعنی اینا علت کامیابیشان و علت از که این نعمتهای جنت برشان داده میشه امو مراعات تعهدات سیگانه هست که در کلمه طیبه دارن. او تعهدات سیگانه چی هست؟ تعهد اول که یا الله بغیر از ذات تو هیچ عبادت ما به هیچ مخلوقی نمیکنم، ولو که مخلوق ملائکه باشه، پیغمبر باشه، ولی باشه، هر انسان باشه یا حیوانات باشه یا نباتات. تعهد اول که یا الله هیچ عبادت به هیچ مخلوق انجام نمیدم، فقط به ذات تو انجام میدم، الا الله. دوم تعهد یا الله قانون هیچ کسی را بالای خود، بالای جامعه خود و بالای مردم خود تطبیق نمیکنم و قبلا هیچ نمیپذیرمش اصلا. این تعهد دوم است. نه قانون روس، نه قانون امریکا، نه سوسیالیسم، نه داروینیزم، نه سیکولاریزم، نه فلان دموکراسی بودرم. فقط شریعت تو را تطبیق میکنم، میپذیرم، با او ایمان دارم و یقین دارم و تطبیق میکنم. این تعهد دوم در کلمه طیبه است. تعهد سومی است که یا الله عبادت ذات تو را و اطاعت از شریعت تو را به طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام میدم. دیگه طریقه هایی که مردم ها اختراع کردن که مخالف طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم، او را باز ما قبول نمیکنم. اگر تو طریقی هست که به طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم است، پس اونم طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم شد دیگه. پس چرا نامش تغییر بدیم؟ پس ما این سه تعهد است که لا اله الا الله محمد رسول الله در برگیرنده این سه تعهدات است. پس الله متعال میگه که اینا هدایت شدن به اینمی کلمه طیبه و تعهدات کلمه طیبه و هدو و هدایت شدن الى صراط الحمید، با اون راهی که راه
خالق حمد کرده شده هست، یعنی راهی را اختیار کردن که راه الله هست، شریعت الله هست، دین الله هست. در مقابل این الذین کفروا، در مقابل یقین داشته باشین کسانی که کافر میشوند و باستانها کافرها به کفر خود اکتفا نمیکنن و یصدون عن سبیل الله، این کافرها باز مانع میشن از راه الله. و المسجد الحرام، حتی در مقابل مسلمان ها اینا را به حج بیت الله شریف هم نمیمانند. الذی جعلناه للناس سواء، چرا که ما این مکه مکرمه را یا امی بیت الله شریف جعلناه گردانیدیم للناس، بر مردم سواء، برای مردم این جای عبادت گشتاندیم. سواء مساوی هست در اینجا، العاکف فیه والباد، در خانه کعبه العاکف باشنده این منطقه و الباد و کسانی که از جاهای دور میایم به اینجا، کلشان حقوق مساوی دارن، عباداتشان مساویانه هست. یعنی این آیت قرآن میگه که باید در مکه مکرمه برای مسلمان ها ویزی وجود نداشته باشه. لا اله الا الله ویزه ماست. هر کس که لا اله الا الله گفت ای بتانه به شکل نرمال هر وقتی که میخوای بر عبادت بکنه باید دروازه برای چی باشه؟ باز باشه. چرا الله متعال میگه جعلناه للناس، این ما برای مردم گردانیدیم، این برای مؤمنین هست. سواء العاکف فیه والباد، مساوی هست کسی که عاکف باشه در اموجه مانند معتکف در اموجه ساکن باشه در مکه مکرمه در کعبه شریف، و یا هم مردم از بیرون می، کلشان مساوی هستند. و من یرید فیه به الحاد، الله متعال میگه اگر کس باز اراده بکنه در مکه مکرمه در کعبه شریفه، الحاد یعنی کجرویشی، کجروی، خود لحد در زبان عربی جای چی را میگن؟ تو میله میگن. ما شما میگیم قبر لحد برش جور کرد، یکی عادی هست. لحد تو راست که در بغیر تو میل میته طرف دیوار قبر باز اونجا زیرش برش میکنن، این لحد میگن. پس الحاد چی را میگن؟ میگه اگر کس میل بکنه در کعبه شریف به گناه یا به کدام جرم یا به کدام شرک و بیدینیه، به ظلم، بس شرک، نذقه من عذاب علیم، بس ظلم که بخواد شرک بیاره و یا کدام ظلم دیگه را بکنه، نذقه من عذاب علیم، باز ما او را میچشانیم از عذاب دردناک. از این خاطر میگه در مکه مکرمه بسیاری از صحابه از زندگی کردن در حرم میترسیدن. بعضی از صحابه میامدن مثلا در بین حرم، امو خطی که حرم است، این طرفش خانه خود جور میکرد و این طرفش باز میره به حرم عبادت میکرد. گفتن چرا تو کردی؟ میگه به خاطر از اینکه زندگی کردن در حرم بسیار سخت و مشکل است. نظر به این آیت قرآن علما میگن که حتی اگر کسی در اینجا تفکر به گناه را میکنه، او را هم الله متعال عذاب میکنه. یک کس گناه میکنه و خب بسیار خطرناک است. یک کسی در حرم شریف در فکر گناه میشه یا تصمیم بر گناه میگیره، اینجا هم میگه برش عذاب علیم است. از این خاطر من یورید کسی که گفته اراده بکنه، ولو که اراده از اراده قلبی باشه، عملا کار نکرده باشه، نذقه من عذاب علیم. و اذ بوأنا لابراهیم مکان البیت، آل ای بیت الله شریفه کی ساخته هست؟ بیت الله شریفه یک شخص موحد ساخته هست، نه بر ازی که به کعبه سجده شود. کسی به خود کعبه، به سنگ کعبه، به حجر الاسود اگر کس سجده میکنه این مشرک میشه. چرا؟ کعبه ساختمانش چی هسته؟ ساختمانش مخلوق است. ما با مخلوق سجده نمیکنیم. مثل که شما پشت از این دیوار استاد میشین، اینمی دیوار است، سقف مسجد است، پشت دیوار استاد شدیم، اینمی پشت کعبه هم که استاد میشه مثل اینمی دیوار استاد میشی. حالا اگر ما پشت از دیوار استاد میشیم، اگر کسی به خود دیوار سجده میکنه این مشرک میشه، کافر میشه. ما روی ما را طرف قبله دور میتیم. کعبه فقط سمبل است برای چی؟ برای قبله مسلمان ها، چرا که هر کس نمازهایش تو منظم شود. اما این به این معنی نیست که کس به خود کعبه یا به دیوار کعبه یا به حجر الاسود سجده بکنه. سجده برای الله میشه، قبله او طرف است. مثل که یک نفر در پشت درخت استاد میشه نماز میخونه، اگر پشت درخت استاد میشه
یا پشت یک چوب استاد میشن، به خاطر که ستره هست، سنت است. شما در مسجد داخل میشین باید پیش رویتان یک ستره باشه، در تو میدان نماز نمیخوانین، بس بلکه می نزدیک دیوار یا پیش رویتان یک چیز را میمانین. اگر به اون چیزی که پیش رویت است بر از او سجده میکنی تو مشرک میشی. اما رویت تو طرف قبله میکنی، فقط یک ستره هست. عالم کعبه شریف بر مثابه یک ستره هست در مقابل ما و شما که استاد میشه، مثل این دیوار. پس اگر کسی به این دیوار سجده میکنه مشرک است، و اگر کسی به خود خانه کعبه سجده میکنه در شرک مبتلا میشه. ما به خانه کعبه سجده نمیکنیم، ما به رب کعبه سجده میکنیم، فقط روی خود به طرف قبله دور میتیم. از این خاطر ولو که در 1000 کیلومتری هم باشیم دیگه، اگر کس به خود کعبه سجده بکنه خب باز نمیتونه که از دور چیز کنه سجده بکنه، نه، فقط روی ما طرف قبله هست، قبله مسلمان ها هست، اما با خود از او ما سجده نمیکنیم. فرق است بین مسلمان ها و بین کافرها و مشرکین. مشرکین وقتی که یک سنگ ماچ میکنن و سنگ عبادت میکنن، به سنگ سجده میکنن. ما و شما که حجر الاسود بوسه میکنیم، اما گپ عمر رضی الله تعالی عنه به یاد ماست که عمر رضی الله تعالی عنه در مقابل حجر الاسود استاد شد و گفت که تو یک سنگ سیاه هستی، نه به من منفعت رسانده میتونی و نه ضرر. متوجه هستین؟ ببین حجر الاسود عمر رضی الله تعالی عنه گفت تو یک سنگ سیاه هستی، نه به من نفع رسانده میتونی و نه ضرر. فقط صرف به خاطر از اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم تو را بوسه کرده، من تو را چی میکنم؟ یک بوسه میکنم که سنت است. اگر رسول الله صلی الله علیه و نمیکرد من کارم نمیکردم، فقط چون تو سنگ از جنت آورده شدی و رسول الله صلی الله علیه و سلم تو را بوسه کرده، یکی از شعائر اسلامی هست. اما من عقیده دارم که تو سنگ نه به من نفع رسانده میتونی نه ضرر رسانده میتونی. متوجه هستین؟ این قسم سنگ نفع و ضرر رسانده نمیتونه. سنگ های کعبه و خشت های کعبه هم برای کسی نفع و ضرر رسانده نمیتونه، چون اونا مخلوق هستن. نفع رسان و ضرر رسان و زنده کننده و میراننده و اولاد دهنده کلش الله متعال هست. از این خاطر ما مسلمان ها تا سر بام به کعبه بالا میشیم. بت پرستا سر بت خود بعضی اوقات بت پرستا میگه شما چطور کعبه را احترام میکنین؟ ما میگیم که کعبه تنها قبله ما هست، ما به قبله سجده نمیکنیم، ما سر بام کعبه بالا میشیم. تو بگی سر شانهای بتت بالا شو. اگه تو مثل ما هستی، تو خب بر بت سجده میکنی، تو به شخص بت سجده میکنی، تو از خود بت. اگه مسلمان از کعبه دختر پسر بخواه مشرک میشه. فهمیدین نه؟ مسلمان ها از رب کعبه اولاد میخوان. کعبه فقط سمبول هست که الله متعال این یک عزت داده، گفته بیت الله. بیت الله یعنی بیت مخلوق مکرم عند الله. این قسم است، خانه هست که عزت داده. کل خانه ها خانه الله هست، کلش مالک کلش الله هست، اما این چرا یک عزت خاص داده. از این خاطر متوجه باشین بعضی چیزهای بسیار اعتقادی هست که در عقیده انسان باید بسیار عقیده صاف پاک داشته باشی تا که الله متعال تو را جنت نصیب بکنم. الله متعال میگه و اذ بوأنا، و وقتی که ما نشان دادیم مشخص ساختیم برای کی؟ لابراهیم و بر ابراهیم علیه السلام مکان البیت. ما گفتیم اینی جای خانه جور بکو، خانه کعبه را که قبله مسلمان ها باشه. الله تشرک بی شیئا، و برش گفتیم که فکرت باشه که خانه را جور میکنی، لکن خانه را یا دروازه خانه را یا کدام مخلوق دیگه را به الله شریک نگردانی. مکان البیت ان لا تشرک بی شیئا، که به من چیزی را شریک نسازین. و طهر بیتی، و پاک بگردان خانه مرا. این اضافت چی میگن؟ اضافت تشریفی میگن. و طهر هذا البیت المکرم المشرف المخلوق. این خانه که مکرم مشرف هست، مخلوق است، پیش ما بسیار عزت داره. از این خاطر این اضافت چی میگن؟ تشریفی. مثل ناقة الله، ناقه مخلوق با شرف الهی که معجزه هست، شتراکرش از الله هست. این شتر چرا ناقة الله گفته شد؟ به خاطر از اینکه معجزه بود. روح الله چرا گفته میشه؟ میگه این انسان که از روحش، میگه روح انسان مخلوق با عزتی که الله او را به طرف خود چی داده؟ نسبت داده است. پس الله متعال میگه که و طهر بیتی، و پاک بگردان خانه معزز و مکرمه که مخلوق ما هست و این ما عزت دادیم. للطائفین، برای طواف کنندگان، و القائمین، و بر کسایی که قیام میکنن، یعنی طواف در اطراف از این طواف است. طواف فقط اجازه هست به خانه کعبه شریف. اگر کسی به قبر رسول الله صلی الله علیه و طواف میکنه،
طواف عبادت است، در شرک مبتلا میشه. اگر کسی به کدام جای دیگه طواف میکنه، به قبر یا مثلا به کدام سنگ کدام چیز دیگه بغیر از بیت الله شریف، دیگه جای اجازه طواف ما نداریم، چرا طواف عبادت است و فقط به بیت الله شریف است. و طهر بیتی، و پاک بگردان خانه مرا، للطائفین، بر طواف کنندگان، و القائمین، و بر قیام کنندگان، و الرکع، و بر کسایی که رکوع میکنن، از سجود و سجده میکنن. و اذن فی الناس بالحج، و اعلان کن. اذن یعنی آذان بده. اذان اول اذان است. آذان به مد، آذان به مد جمع اذن میشه، جمع گوش میشه. اذن گوش، آذان گوش ها. اذان مفرد است. اذان یعنی ندا هست برای چی؟ برای عبادت. مردم دعوت میکنیم به طرف عبادت. و اذن، و اذان بتی، صدا بکو، اعلان بکو، فی الناس، در بین مردم، بالحج، به آمدن به حج. یا تو که رجالن، که مردم چه قسم بیاین به حج؟ بعضی مردم ها میاین پای پیاده، کسایی که امکانات دارن از خانه خود حرکت میکنن به حج میاین پای پیاده. و علی کل ضامر، و به هر وسیله ترانسپورتی عصری، مدرن یا قدیمی. دامر چی را میگن؟ دامر بعضی شترای لاغر میگه، میفهمه دیگه چیز نداره، موترک کونه، یک شترک کونام داره، میتونه به حج بیایه. و علی کل ضامر، و به هر شتر لاغری یا به هر وسیله ترانسپورتی که خواه لوکس باشه یا ضعیف باشه یا قیمتی باشه یا ارزان بای باشه، یاتین من کل فج عمیق، نامین به عمیم منطقی که فج و عمیق است، به هر راهی که، یعنی من کل فج، از هر راه عمیق دور. لیشهدوا منافع لهم، تا که شاهد شوند، حاضر شوند به منفعت هایی که برشان هست در عبادت، در حج، در رفتن به بیت الله شریف، در طواف کردن، در سعی بین صفا و مروه، در عرفات، در کل زی منفعت است، یعنی عبادت بر از اینا هست. این حال بعضی کسایی که اینا ببین الله متعال حج چی گفته؟ منفعت گفته برای مسلمان. حالا بعضی کسان میگن این خود ضرر است، چون مردم ماتریالیست و ماده پرست همیشه سونو پیسه سیل میکنن. نه، پیسه خود اصل نیست. اصل چی هست؟ اصل عبادات است. یک نفر پیسه خود مصرف میکنه به خاطر چی؟ به خاطر که عبادت الله را بکنه. مردم های بیدین باز قرآن گفته منفعت است برشان، یا باز میگن حج رفتن ضرر است، نقص است. برادر عزیز، حج ضرر نیست، به خاطر ازی که در تمام عمر یک دفعه حج فرض است. او مسلمانی که مسلمان واقعی است، من از مسلمان های دروغی نمیگم که 40 دفعه حج میکنن اما زکات مال خدا نمیده، یا مسلمان های حقیقی نیستن. مسلمان حقیقی او است که از امو پولی که به حج میره قبل از اینکه به حج بره زکاتش میپردازه. متوجه هستین یا نه؟ این حال وقتی که حج سر کی فرض میشه؟ سر عوام الناس خو فرض نیست. پس مردمایی که مالک نصاب نیست، سر از او هیچ فرض نیست. سر پیسه دار 5 بنای مسلمانی است، سر فقیر 3 بنای مسلمانی. فقیر نه بالایش زکات است نه بالایش حج است. اما وقتی که پیسه دار است، این حال اولی زکات خودم میته و سال به سال میته. باز حج در کل عمر یک دفعه میره. حالا چی مشکل داره؟ اگر این قسمی که اول زکات داده شوه و سال به سال داده شوه و باز این نفر که سال به سال زکات خودم میته، باز به خاطر که الله برش گفته این منفعت از ثواب و اجر از در حج بره، چی مشکل است؟ مشکل خو وقتی ایجاد میشه که یک نفر هیچ زکات نمیته، حجای نفلی ناقی رفته میره. باز برای دشمنای اسلام چی پیدا میشه؟ وسیله تبلیغاتی پیدا میشه. چرا میره به فقیرها مصرف نمیکنین؟ بر فقیرها خونه وقتی که در زمان عمر بن عبدالعزیز رضی الله عنه وقتی که زکات درست توزیع میشد، یک فقیر پیدا نمیشد در کل جهان اسلام. به خاطر ازی که زکات وقتی که منظم توزیع شود فقیر نمیمونه، فقیر بالاخره او هم غنی میشه. لکن مشکل در اینجا هست که بعضی کسا اصلا امو دین نمیفهمن. الله متعال میگه لیشهدوا، تا حاضر شوند، منافع لهم، برای فوائدشان، و یذکر اسم الله فی ایام معلومات، و یاد بکنن نام الله را فی ایام معلومات، در او روزهای معلوم کرده شده که در حج است، علی ما رزقهم، بر آنچه که الله متعال بر ازنا رزق داده، من بهیمت انعام، از جانوران و چارپایان. الله متعال در حیوانات رزق تعیین کرده. الله متعال در قرآن میگه که این حیوانات که حلال است برای شما خلق شده که از گوشت از اینا استفاده کنین. حالا یک قسم مردم پیدا شدن به نام ویژیتریان. و چی میگن ما ویژیتیبل میخوریم، ترکاری میخوریم، گوشت نمیخوریم. یک روز یکی شما تو جر بحث داشت، ما گفتم خیلی ویژیتریان، شاگردان رو گفته بودن که شما چرا حیوانات هم میخورین؟ حیوانات خود گناه داره یا خود زنده جان هستن؟ شما چی میخورین؟ گفت ما ویژیتیبل میخوریم. گفتیم تو همین نفر پروفسور گوپال نام داشت، خودش هندو بود،
برش گفتم برو برای پروفسور گوپال بگو که استاد ما میگه که ویجیتیبل هم اگر تو عقل داشته باشی و رشته تا بفهمی، ویجیتیبل هم خود روح داره و جان داره و نفس میکشه و تولد و تناسل میکنه، او هم میکنه. پس اگر شما بسیار مردمای خوب هستین، خاک بخورین، سنگ بخورین، ویجیتیبل. خب فرق بین حیوانات و بین نباتات در چی است؟ که حیوانات تحرک دارن و ویجیتیبل نباتات که از حرکت ندارن. هر دویش احساس دارن، هر دویش زندگی دارن، هر دویش مثلا تواصل دارن، تناسل، تکاثر دارن، احساس درد، احساس کل چیز میکنن. منتها زبان ندارن که چیخ بزنن. انسان ها واره، انسان ها که احساس درد کرد چیخ میزنن. حیوانات و نباتات بیچاره و زبان ندارن، نباتات که چیخ بزنن. خب حال شما فرق بین حیوانات و بین نباتات چی است؟ فقط در این است که نباتات راه رفته نمیتونه. مثل که یک نفر بگه ما آدم جور نمیکشم، میریم چیزی که معیوبین است پایشان افگار سوره میکشم. یا یک جنایت است دیگه، قتل اردوش قتل است. گفتم اگه شما از قتل میترسین، خیلی برین یک ذره خاک بخورین، سنگ بخورین. فبهت الذی کفر، آدمی که کافر بود چوب دیگه باز اول موال دیگه رای نکرد، اما تو سکوت من. خب الله متعال میگه شکر الله را بکنن در چی؟ علی ما رزقهم من بهیمه انعام، الله برشان رزق داده از چی؟ از حیوانات. اما حیواناتی که اونا چی هستن؟ اونا بر انسان خوردن گوشش حلال است. فکلوا منها، پس بخورین از آن. و اطعموا، و طعام بتین از این حیوانات که شما مثلا ذبح میکنین. البائس، مردمای بدحال و مصیبت رسیده، و الفقیر، و کسایی که مثلا فقیر هستن، یعنی مردمای درد رسیده را و همچنان مردمای فقیرم. ثم لیاخذوا تفثهم، دور کنین، از بین ببرین. چی از بین ببرین؟ تفثهم، چرک خود را، ناپاکی که در وجود انسان ها هست. ولیوفوا نذورهم، و وفا بکنین به نذرهایتان. این نذر یک عبادت است. الله متعال میگه همچنان وقتی که یک نذر نیت میکنی، نذر باید این وفا بکنین به نذرهایتان. وقتی که نذر گرفتی باید به نذرت وفا بکنی و نذر عبادت است. و ما شما گفتیم که انجام عبادت برای الله توحید در عبادت است و انجام عبادت به غیر الله شرک در عبادت است. ما اینا توحید در نظر داریم و شرک در نظر داریم. اینجا میگه که ولیوفوا نذرهم، و باید وفا بکنن امی به نذورهم، نذرهایشان. توحید در نظر داشته باشند. اول نظر فقط به نام الله بگیرن و نظری که به نام الله گرفتن به او وفا بکنن. ولیطوفوا، و دیگه طواف است. این طواف هم عبادت است. توحید در طواف و شرک در طواف، این رو باید فرق بکنین. توحید در طواف است که فقط بیت الله شریفه به خاطر امر الله طواف میکنی، و شرک در طواف است که بغیر از بیت الله شریف و کدام مکان دیگه که قبر پیغمبر باشه یا قبر کدام شخص باشه طواف بکنین. چرا مردمای مشرک بت پرست و قبر پرست بازم گرد بت خود و قبر خود چی میکنن؟ به عوض بیت الله شریف طواف میکنن. و یا میگن نه بیت الله طواف میکنیم، با هم طواف میکنیم. شرک چی رو میگه؟ شریک کردن میگن. شرک چی رو میگن؟ شریک کردن میگن. مثلا نمیال 4 نفر در یک شرکت اشتراک دارن، این چهارشان شریک هستن. یکیش مثلا 50% شریک است، یکیش 20% شریک است، یکیش 5% شریک است، یکیش 1% شریک است. ولو کمی 1% هم شریک باشه، این شریک از اینا هست. اینا اگر در عبادت الله اگر یک کس 1% هم مخلوق شریک میسازه، این شرک است. اگر تمام عمر در گرد بیت الله شریف طواف کرد، 1 مرتبه هم بغیر از بیت الله شریف و کدام جای دیگه طواف کرد، این شرک آورد در طواف. پس توحید در طواف که فقط به بیت الله شریف طواف بکنی، و شرک در طواف چی است؟ که بغیر از بیت الله شریف به دیگه اماکن چی کنی؟ طواف بکنیم. ولیطوفوا، الله متعال امر میکنه که شما موحدین طواف بکنین بالبیت العتیق. با کدام خانه؟ با خانه که عتیق است. عتیق در حقیقت آزاد میگن، خانه که تحت مالکیت کس نمیره، کسی را خرید و فروش کرده نمیتونه. و عتیق به معنای سابقه و قدیمی هم هست که این بیت الله شریف نو ساخته نشدن، این از قدیم و زمان امی جای عظیم معین و مشخص است. ذالک، اینمی سخنی که برای شما گفته میشه. و من یعظم حرمات الله، و هر کسی که تعظیم شعائر الله بکنه. ما و شما گفته بودیم که توحید که است، توحید در عبادت چند قسم است. یکی توحید در عبادات قلبی هست. عبادات قلبی را اگه فکرتان باشه ما و شما حساب کردیم که عبادات قلبی عبارت از چی است؟ عبارت از نیت است 1، توکل است 2، محبت است 3، خوف است 4، رجا امید است 5،
متوجه هستین؟ تعظیم شعائر الله هست 6، توکل است 7. پس تعظیم شعائر الله که است، این یکی از عبادت‌های قلبی هست. توحید در تعظیم شعائر الله. توحید در تعظیم شعائر الله چی است؟ که انسانی که شعائر الله را، مثلا ریش است، نماز است، حج است، کعبه است، حجر الاسود است، اینی علما هستن، مساجد هستن، اینی کل شعائر الله گفته میشه. این حال کسی که این اوامر الله را، شعائر الله را به خاطر الله تعظیم میکنه، اینی موحد است. و کسی که بر از اینا بی‌ادبی میکنه، این باز کافر است. مثل که در آیت بعدی باز ما و شما میبینیم که یک اشخاصی که بر رسول الله صلی الله علیه و سلم توهین کردن، پیغمبر هم از شعائر الله هست، پس وقتی که به پیغمبر صلی الله علیه و سلم توهین کردن کافر شدن. بعضی کسا سر ریش رشخند میزنن کافر میشن، بعضی کسا سر لنگی رشخند میزنن کافر میشن، بعضی کسا سر علما رشخند میزنن این کافر میشه، بعضی کسا سر ملائکه رشخند میزنن، اینی کل چیز. بعضی کسا سر قرآن رشخند میزنن، سر حدیث رشخند میزنن، اینی کل توهین یا تحقیر یا رشخند کردن این سبب کفر میشه. الله متعال میگه ذالک، این حکم که شد، و من یعظم، و هر کسی که تعظیم بکنه، احترام بکنه حرمات الله، آن چیزی که از شعائر الله هست. چی؟ نامهای الله هست، صفات الله هست، پیغمبر الله هست، نبیین است، صدیقین است، شهدا هست، صالحین است، اولیاء الله هستن، یا مثلا ریش است، علما هستن. یعنی به یا باید کسی توهین و تحقیر نکنه، اینا را کسی باید توهین نکنه. و کسی که اینا را تعظیم میکنه فهو خیر له، الله متعال باز میگه ای برش بسیار بهتر است در حفظ توحید و یکتا پرستیش، در حفظ ایمانش، در بنزد کی؟ عند ربه، بنزد پروردگارش. و احلت، و حلال کرده شده لکم برای شما الانعام چارپایان، الا ما یتلی علیکم، مگر او چارپایانی که برای شما تلاوت میشه که او را باید نخورین، مثل حیوانات درنده که خطرناک است، یا پرنده های درنده که است که گوش از اونها بر شما گفته شده که حرام است. فاجتنبوا الرجس، پس شما اجتناب بکنین از پلیدی ها، من الاوثان، از بت پرستی و قبر پرستی. یکی صنم است، یکی وثن. صنم چی را میگن؟ صنم وقتی که یک دوست الله یا یک پیغمبر یا نبی یا ولی یا صدیق یا هر کسی از اینا، یک شخص نیک وفات میکنن، اگر مجسمه از این ساختن، بازو مجسمه از اون صنم میگن. صنم. وثن چی را میگن؟ که از همون شخص قبرش عبادت کنن، بازو به وثن تبدیل میشن. از اون خاطر رسول الله صلی الله علیه و دعا کرد، گفت یا الله، اللهم لا تجعل قبری وثنا، یا الله قبر مرا وثن مگردان، یعنی قبر مرا مثل بت نساز که مثل که بت پرستا پیش بت سجده میکنن، بر بت طواف میکنن، در قد بت تار میگیرن، باز تارایش در گردن خود میپرتن. بت پرستا پیش بت خود مجلس جور میکنن، میله جور میکنن، میتایی و حلوا و شیر گپا میخورن. پروردگار قبر مرا این قسمی جور نکنی که در قبر من کس به من رکوع بکنه یا سجده بکنه. چرا رسول الله هم گفت که لعن الله الیهود و النصارى، الله چرا یهود و نصارا را لعنت کرد؟ میگه به خاطر ازی که یهود و نصارا افراد کردن در شخصیت پیغمبرای خود، اتخذوا قبور انبیائهم مساجد، قبرهای پیغمبرای خود چی جور کردن؟ سجدگاه ساختن، باز قبر از او سجده میکردن. از این خاطر برای مسلمان اجازه نیست که سر قبر مسجد بسازه، سجدگاه بسازه. فاجتنبوا، پس شما اجتناب بکنین ای مسلمانان، الرجس، یک چتلی و پلیتی و گندگی. او چی هست؟ او چتلی و گندگی و پلیتی او اعتقادی هست. او رجس پلیتی اعتقادی چی هست؟ من الاوثان، از بت پرستی و قبر پرستی هست. اگر کسی را پرستش میکنه، ای از لباس کثیف کردم، عقیده کثیف بسیار چتل است، عقیدهشان خراب میشه. و اجتنبوا قول الزور، و همچنان اجتناب بکنین از دروغ. آل در یک حدیث میگه که رسول الله صلی الله علیه و آله گفت که آیا مسلمان بخیل میباشه؟ گفت ممکن است یک نفر مسلمان هم باشه بخیل هم باشه. متوجه هستین؟ میشه مسلمان مثلا بعض اشتباهات هم بکنه، اما مسلمان دروغگوی نمی باشه. چرا؟ کسی که دروغ گفت بسیار مرض خطرناک است. الکاذب عدو الله، دروغگوی دشمن الله هست. خصوصا دروغی که بر الله دروغ بگوید. بسیاری کسا به الله دروغ میگه، یک چیز را الله حلال و حرام نکرده، از دل خود میخیزه حلال و حرام میکنه. یا الله گفته کافر دشمنت بگیرید، سرش دروغ میگه، میگن ای کافرها پروا نداره،
دوست بگیری نشانه. این تکذیب است برای الله، این عدو الله میشه، دشمن الله میشه. و دروغای دیگه که روزانه مثلا دروغ میگه، اینا هم بسیار زشت است. یعنی مسلمان نباید ابدا دروغ بگویم. از این خاطر میگه یک تفلک خورد، میگه تفلک خورد هم نبود، پسر جوان بود همسنای شما. میگی جوان در کدام سفر میرفت، قافله از دزدا آمدن، کل گیره تلاشی کردن و از یک سریار پیسایشان نگرفت. سر از جوان که رسید که تلاشی کرد، جوان ها خود چالاک است، هوشیار است، پیسای خود بسیار تو یک جایک میمانه که هیچ کس سرش پیدا کرده نتانه. این مادر پدرش هم خبر نداره که بچه ما چند روپیه پیسه ذخیره داره. و اون کسایی که ذخیره دارن پد کردن خودش خنده میکنه، میفهمه کنه مثلا من یک ذخیره دارم که صرف خبر نیست. حالا گفتیم جوانه که هر قدر تلاشی کرد از این سفیده و دیگه کلی پیساشون از جیبایشان کشید. بعدش میف نداریم که تلاشی میکرد میکشید. این جوانه که سرش آمد که هر قدر تلاشی کرد این دزدا نیافتن. پرسان شد گفت تو دی جوانی تو پیسه نداری؟ گفت نه دارم. گفت کو که ما تلاشی میکردیم پیدا نکردی؟ گفت که شما نیدین جایش، همون جایی که پد کرده بود گرفتید از قاط جراب خودی از در جایی که فکر از رو نمیشد کشید و بجات. چند از گفت 10,000 روپیه تو پیسه داری؟ ماشاءالله. این دوست گفت تو ما پیدا نکردیم، کلگی دیگرها دروغ گفتن ما نداریم، باز که تلاشی کردیم پیدا کردیم. تو چرا جوان هستی دروغ نگفتی؟ گفت والا به خاطر از اینکه دروغگوی دشمن الله هست. گفت این یک پیسه از دست میدی؟ گفت والا که من زندگی ما از دست بتم دروغ نمیگم. اگه زندگی ما شما میگرفتین من دروغ نمیگم. از این خاطر من مسلمان هستم. مسلمان قلبش با زبانش یک قسم است. مسلمان هم دروغ نمیگه، کافر هم دروغ نمیگه. ولی یک کافر که پرسان کنی بگو که این بسکیت دی گوشت خوک است، میگه هست. بگو شراب میخوری، میگه میخورم. دی نوشابه تو فیصدی شراب است، میگه هست. دکاندار کافر دروغ نمیگه، مسلمان هم دروغ نمیگه. کی دروغ میگه؟ منافق چه قسم است؟ مرغش خوب میفهمه که مرغ مرغ خارجی است، ذبح نشده، بر تو میگه او صاحب خودم که دست خودم تو میکشمش. یک مابد خبر میشه که دروغ میگه، یک مابد خبر میشه که والا که دروغگوی میدم. عالی جوان وقتی که دروغ نگفت، این دوز برخواست و برای امون رئیس چیز خود گفت چی گپ است؟ گفت این تو یک جوان پسر است دروغ نمیگه. گفت چی قسم؟ گفت 10,000 پیش ما نیافتیم. گفت خودش خیس اقرار کرد. این جوان خواست گفت که خب جوان چی کردی؟ چرا راست گفتی؟ چرا پیسه تپت نکردی؟ گفت که فقط ما به خاطر ازی که شنیدیم از رسول الله صلی الله علیه و سلم که مؤمن لا یکذب. وقتی که نامت مؤمن ماندی باید دروغ نگویی. به این معنا که کار نکنی که تو را وادار به دروغ بسازه، چون گناه انسان وادار به دروغ میسازه. اکثرا انسان های مجرم و گناهگار مجبور میباشن دروغ بگوین. وقتی که گناه نکنی نیازی به دروغ نداری، صادقانه بر یک کس میگی گپایته. پس گفت چون الله گفته که مؤمن دروغ نمیگه، من دروغ نگفتم. گفت تو 10,000 روپیه نقص کردی. 10,000 خب بسیار پیسه هست، یا هم کلش پیسه های شاید نقره‌ای است یا طلایی است یا فلانی است. گفت والا اگر 10,000 است، اگر 10 میلیون هم می بود، اگر زندگی ما از بین میرفت من دروغ نمیگفتم. این رئیس دزا که از گفت سبحان الله، این یک جوانه با این سن کم، با این جوانی اینقدر با خالق خود متعهد است و ما چطور با این کلانی خود که به الله تعهد کردیم کلمه خواندیم و ما خیسیم دوزی میکنم. میگم این دوز و رئیس دزا توبه کرد و کل دزای خود دعوت کرد که توبه بکنن و این منطقه آرامش و امنیت ایجاد شد. از چی؟ از صداقت یک جوان مسلمان. امیر الله متعال میگه که فاجتنبوا الرجس من الاوثان. پس شما اول از یک پلیتی، یک چتلی، یک کثافتی که شما را داخلتان کثیف میسازه، او چی است؟ از او اجتناب کنین. که او چی است؟ من الاوثان، از بت پرستی و قبر پرستی و مخلوق پرستی است. واجتنبوا، و از کثافت دومی که زبان شما را آلوده میسازه، او چی است؟ از او اجتناب بکنین. قول الزور، که سخن دروغ است یا شهادت دروغ است یا گپ دروغ است.